ذکری بعد از نماز کدام وقت کردنش افضل است؟ بعد از نماز فرض یا که بعد از نماز سنت؟ بارک الله فیکم. برادران و خواهران عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در مسجد نماز میخوندند حتما نماز فرض رو میخوندند و ذکر میکردند و از مسجد به خونهشون باز میگشتند، یعنی در خونهشون نماز ذکر رو در خونهشون میکردند. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از نماز فرض در مسجد ذکر میکردند و میرفتند به خانهشون که خانهشون در پهلوی مسجد بود، در اونجا نماز سنت رو میخوندند. یعنی سنت رو عادتا در خانهشون میخوندند که خواندن سنت در خانه این سنت است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند که افضل است، یعنی نماز مرد در خانه اش افضل است نسبت به جماعت دیدد این نمازش چی باشد؟ سنت. نماز سنت داده نسبت به مسجد دیده، نه جماعت، نسبت به مسجد دیده. اگر در خونش نماز سنت خوند افضل است، ثواب زیاد میگیرد، اجر زیاد میگیرد. اما نماز فرض در جماعت خوندنش معروف است که این حتمی است و حتی علما واجب است گفتند که این قول راجح تر است که حتما باید در نماز جماعت خونده شود نماز فرض. عموما ذکر بعد از نماز فرض باید کرده شود. ذکر باید بعد از نماز فرض کرده شود. اگر شما خواهید که بعد از نماز فرض ذکر نکنید، شما سنت رو در همون جایی که نماز فرض رو نخوندید نمیخونید. اگر وقت شما تنگ باشد یا که راهگذر باشد یک چیزی دیگر، نماز فرض میخونید، میخیزید سنت در دیگر جا میخونید، یعنی در کنج دیگر مسجد، و میخیزید ذکر در راه میکنید. لیکن سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این ذکر کردن بعد از فرض است. اما ذکر کردن دست جمعی، امام سبحان الله میگد همه سبحان الله، امام الحمدلله میگد همه الحمدلله، امام الله اکبر میگد همه الله اکبر گفتن، این بدعت است. همه الهیده ذکر میکند. سه دعایی که بعد از نماز هر یک جماعت در مساجد ها وجود دارد این هم بدعت است. به مانند اینکه کسی در جماعت اشتراک کند، امام بعد از نماز ادا کردن یک دعا، بعد از قرائت یک دعا، بعد از تسبیح یک دعا، این همه بدعت است. چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نکردند. هر کاری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کردند این بهترین کار است و هر کاری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نکرده اند پس ما باید نکنیم. اما امروز این عملی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکردند همه میکنند که این بدعت است و کردن این عمل گناهکاری است. کردن این عمل گناهکاری است. پس نماز فرض میخونید، ذکر میکنید. چه ذکر میکنید؟ 3 بار استغفر الله میگید، یا در بعضی حالات الله اکبر میگید، بعد از استغفر الله میگید، و بعد از این اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا مفضل جد منك الجاد، و بعد از این دعاهای دیگر اللهم انت السلام و میگید. بعد از این میآید 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، که این 33 بار 25 بار گفتنش هم جایز است، 11 بار گفتنش هم جایز است، یعنی 6 نمود دارد. و بعد از این آیت الکرسی یا که لا اله الا الله وحده لا شریک له، بعد از این آیت الکرسی، بعد از این قل هو الله احد و موعظتین میخونید و از ذکر بیرون میشید.